خب من دوباره اومدم با یه ویدیو جدید، ولی این بار میخوام یه خاطره از خودم براتون تعریف کنم که چجوری هوش مصنوعی میتونست کمک بکنه و من ازش استفاده نکردم. داستان از این قراره که دندون من خیلی یهویی شکست. بعد رفتم دندون پزشکی، روز چهارشنبه هم بود. بعد گفتم که حالا میشه واسم درستش کنین و این چیزا. گفت که نه، بعد دندونتو بکشی حتما. من دندونم کشیدم، بعد خونریزیش بند نمی اومد، یعنی فرداش که شد همچنان دندونم من خونریزی داشت. دوباره رفتم پیش همون دکتر دندون پزشک، ولی خب من تب نبودم، پنجشنبه ها مثل این که نبودنشون. آقا من دوباره رفتیم، حالا با پدرم بودیم، رفتیم بیمارستان و آره حالا 2 ساعت منتظر بشین دکتر بیاد ببینه و صبر کنین و نوبت بگیرین و فلان. تهش هم همینجور که من نشسته بودیم که نوبتمون بشه، من گفتم بذار خواهد چت جی پی تی بپرسم دلیل این چیه. خلاصه رفتم از چت جی پی تی پرسیدم، بعد گفت که آره مثلا اینجوری که بر تو اتفاق افتاده عادیه، چیزی نیست، سرتو بالا نگه دار، نمیدونم چیزای یخ بخور، دستش نزن، خوب میشه و این چیزا. حالا یه سری توصیه دیگه هم کرد. دکتر اومد دقیقاً همونا رو بهم گفت و تازه کم ترجیحی که چت جی پی تی بهم گفته بود. بعد که به پدرم گفتم اینجوری بود که خب چرا زودتر چت جی پی تی نپرسیدی، زودتر ازش میپرسیدی که این همه تایم ما مثلا نشیم بیایم دکتر. آره خلاصه خواستم بگم که چت جی پی تی خیلی جا به درد میخوره، حتی واسه دندون. حالا این صرفاً یه تجربه کوچیک شخصی از من بود، ولی چنلمو سابسکرایب بکن که توی ویدیوهای بعدی بهت میگم چجوری از هوش مصنوعی استفاده کنی. راستی ویدیوهای قبلی هم از دست نده که خیلی به دردت میخوره. تا ویدیوهای بعدی، فعلا.